کی باورش میشد مایکروسافتی که به بزرگترین شرکت نرم افزاری کلوز سورس دنیا معروفه بیاد این صفحه رو بسازه و دستور سودو رو از داخل لینوکس برداره بیاره تو ویندوز. از این به بعد سودو توی ویندوز هم کار میکنه. چطوری؟ امروز قراره بهتون توضیح بدم. سلام، من اردشیر کاویانی ام، کانال چهارراه کامپیوتره و بریم ببینیم که دستور سودو چیه و چرا به ویندوز اضافه شده. توی لینوکس موقعی که شما میخواید یک کاری رو انجام بدید که نیاز به دسترسی سطح بالاتر داره، از دستور سودو استفاده میکنید. اون دستور رو تایپ میکنید، جلوش میزنید سودو، پسورد ویندوز، پسورد سیستم عامل لینوکس رو از شما میخواد. اینقدر ویندوزی گفتم اینجا میگم ویندوز. پسورد سیستم عامل لینوکس رو از شما میخواد که دسترسی بالاتر رو بهتون بده و اجرا میکنید و با اون میاد بالا. ما همیشه به بچهای ویندوزگار میگیم که آقا با یوزر ادمین لاگین نکن، به خاطر همین، به خاطر اینکه امنیت داشته باشی و هر وقت لازم شد ران از ادمنستریتور کن یه چیزی رو. ولی همه گوش نمیدن، یه ذره هم سخت بود. همیشه واقعیت اینه که اذیت کننده بود. حالا مایکروسافت اومده دستور سودو رو آورده داخل ویندوز گذاشته. با همون ترتیب ما میدونیم که مایکروسافت چندین سال از زمانی که گیت هاب رو خرید به شدت به سمت اوپن سورس ها داره گرایشات پیدا میکنه و خیلی از دستورات لینوکسی داره اینور میاد و کار میکنه. خود لینوکس ها رو هم دیگه الان میشه داخل ویندوز استفادهشون کرد با پروژه WSL که من قبلا در موردش ویدیو ساختم. میتونید این کار رو انجام بدید. توی ویندوز تا قبل از این اگه میخواستید شما دستور رو با یک لول بالاتر اجرا بکنید چند تا راه داشتید. یکی اینکه لاگ آف کنی، بری با یوزر ادمنستریتور یا دسترسی بالاتر لاگین کنی. یکی اینکه مثلا کامند پرامپت رو ران از ادمنستریتور میکردی و با اون اجرا میکردی. برنامه ها رو هم اگه میخواستی باز کنی از طریق ران میتونستی ران ازشون کنی. میزدی ران از یوزر رو میزدی و اون برنامه رو اجرا میکردی. این روش ها وجود داشت. ولی الان یه لول رفتیم بالاتر. سودو که اضافه شده یه قابلیت جذاب دیگه میده. شما میتونید یه تک دستور رو اجازه بدی که بره با اون مود اجرا بشه و همچنان توی حالت عادی باشی. مزیتش چیه؟ مزیت امنیتی داره این مورد. اینکه آقا اگر یک رنساموری، یه باج افزاری، یه چیزی وارد ویندوزت شده باشه نمیتونه خود به خود کار بکنه وقتی شما با یوزر سطح پایین‌تر باشید. من توی یه قسمت از دوره ویندوز در مورد این یوزرها صحبت کردم. اگر دوست داشتید اون ویدیو رو ببینید، لینکش رو واسهتون اینجا میذارم. توی توضیحاتم هست. دوره کامل رو میتونید از اونجا حتی ببینید. پس این میشه مزیت دستور سودو. حالا نکته اینه که سودو هنوز به ویندوز اصلی نیومده. احتمالاً توی 6 ماه دوم سال 2024 وقتی نسخه جدید ویندوز آپدیت بشه سودو هم اضافه میشه. ولی فعلا توی اینسایدر قرار گرفته. من اصلا توصیه نمیکنم برید اینسایدر نصب کنید. من فقط نصب کردم روی ماشین مجازی، دانلود کردم. 6 خورده گیگ باید فایلش رو فقط دانلود کنید. من فقط این رو نصب کردم که به شما این رو نشون بدم که این قابلیت قراره بیاد به ویندوز اضافه بشه و از الان بدونیم، بشناسیمش و وقتی بهبود پیدا کرد موقعی که اومد توی ویندوز من اصلا اون رو به عنوان امکانات جدیدی که اومده معرفیش میکنم. یه ویدیو کامل در موردش میسازم. حالا این سودو فعلا 3 تا حالت داره و به 2 جور هم میشه فعالش کرد. بریم تو کامپیوتر بهتون یاد بدم چجوری میتونید فعال کنید. قبلش هم قشنگ بهتون نشون میدم که چه کاربردی داره. همین، برمیگردیم بریم ببینیم و برگردیم. خب حالا بریم تو ویندوز و این قابلیت رو با هم ببینیم. همونجوری که میبینید اینجا ویندوزی که من نصب کردم نسخه 11 اینسایدره. دوباره تاکید میکنم قسمی نیست بگم شما برید این نسخه رو نصب کنید. این نسخه اصلا برای کاربر عادی طراحی نشده. قسم اینه که این قابلیت رو ببینید وقتی تو ویندوز اضافه شد بتونید ازش استفاده کنید. اول بذارید تصویری نشونتون بدم. ببینید یه سری از کارها هست که شما برای اجرا کردنش نیاز به دسترسی ادمین دارید. مثلا شما اینجا میتونید راحت نیو فولدر بسازید. خب ولی اگه رفتیم داخل پوشه پروگرام فایلز خواستی یه فولدر اضافه بکنی باید حتما ادمین سیستم باشی. نگاه کنید سپر UAC میاد اینجا و میگه آقا اگه ادمین هستی بگو ادامه بدم، بعد پسورد ادمین رو بزن تا من حاضر باشم برات یه دونه فولدر بسازم. پاک کردنش هم همینه. وقتی میخوای یه فولدر رو پاک بکنی هم دوباره باید روش رایت کلیک کنی. اینجا گزینه دیلیت رو که میزنی سپر ادمین اومد اینجا، میگه آقا پسورد ادمین بده تا بتونم برات پاکش بکنم. حالا همینو بیاید بریم توی کامند پرامپت با هم تست بکنیم. cmd رو باز میکنم، cd بک‌اسلش میزنم cd program files، وارد پروگرام فایلز میشم، dir میگیرم. همین محتویات رو اینجا میتونید ببینید. خب من این سفر اینجوری گذاشتم که شما بتونید این ورش رو هم ببینید. حالا چیکار میکنم؟ حالا میام دستور ساخت دایرکتوری رو میزنم mkdir، فاصله میگم میخوام اسمش باشه اردشیر، مثلا یه فولدری به اسم. میگه access is denied، شما اجازه این کارو نداری.
چطوری میتونم این کار رو بکنم؟ اگه خواستم باید حتما CMD رو بیام باز بکنم، توی مود ادمین بگم ران از ادمین شو، پسورد رو بزنم، یه دونه CMD دیگه برای من باز میکنه. اینجا بگم که برو توی اون مسیر، میگم آقا cd program files، اینجا میگم mkdir اردشیر. این بار که بزنم واسم ساخته میشه. چرا؟ چون من توی حالت ادمین اجراش کردم. خب این حالت قدیمی بود که هممون بلد بودیم استفاده بکنیم از قبل. دوباره میخوام پاکش کنم، rmdir رو میزنم و میگم اردشیر رو برای من پاک کن و پاکش میکنم. ولی اگه نخوام توی مود ادمین برم، این بعدیش چیه؟ نگاه کنید، هر بار از شما اجازه نمیخواد. شما با مود ادمین اومدید بالا و هر کاری امکان داره بتونید بکنید. امکان داره یه چیزی رو اشتباهی پاک بکنی، اخطارش رو نمیگیری. چیزی که تو لینوکس خیلی مطرحه اینه که آقا شما این چقدر باحال شده 9 تا میاره، ندیده بودم. چیزی که جالبه اینه که هر بار از شما این اجازه رو بخواد. حالا خیلی‌ها این رو ترجیح میدن. اینجاست که دستور سودو کار میکنه. یه دستوری به ویندوز اضافه شده به اسم سودو. پیش‌فرض وقتی بزنید میگه آقا این قابلیت غیر فعاله، اگه میخوای برو از این مسیر فعالش کن. نگاه کنید خودش هم گفته برو توی دیولپر ستینگ و این رو فعال کن. ببینیم کجاست. میام وارد ستینگ میشم، توی قسمت سیستم یه قسمتی وجود داره به اسم فور دیولپرز که اینجا مایکروسافت داره هی امکانات رو بیشتر میکنه. انتسکو هم چند وقت پیش آورده بود، برای اونم یه ویدیو ساختم. یه قابلیت گذاشته به اسم enable sudo. اگه اینو فعالش بکنم یه بار ازم پسورد میخواد، پسورد ادمین رو میزنم، میگم من میخوام برم این قابلیت رو فعال کنم. این قابلیت امکان داره یه سری ریسک برات داشته باشه. اوکی، اگه میخوای برو اطلاعات بیشتر کسب کن. میگم نه اوکی. بعد نکته اینه 3 تا حالت داره. 3 تا حالتش چیه؟ میگه توی پنجره جدید باشه، اینپوت رو دیسیبل کنه یا اینلاین باشه. کار به این دوتا نداشته باشیم. چیزی که توی لینوکس استفاده میشه این حالت اینلاینه. اون دوتا هنوز پخته نشده به نظرم. من همچنان باش گیر دارم و نتونستم همه جا استفاده کنم، ولی اینلاینش پخته است. اینلاین رو میزنم، چون دارم حالت رو تغییر میدم دوباره ازم پسورد میخواد. شاید اون اول میتونستم اینو باز کنم بذارم روی اینلاین و بعدش روشن کنم، شاید هم نمیدونم. الان که اینلاین شد حالا بریم تستش بکنیم. من میام دوباره اینجا دستور سودو رو خالی میزنم، بهم توضیحاتش رو میده. میگه آقا این دستور این امکانات رو داره. شما میتونید یه کامند رو باش ران بکنی، میتونی یه کانفیگ تغییر بدی، میتونی هلپ بگیری. اینم سویچاشه. خب میگم اوکی. من میخوام همون دستور بالا رو mkdir رو که پیش‌فرض نمیتونستم و اکسس نداشتم و این بار با سودو اجرا کنم. یه سودو میذارم اولش و میگم اجرا شو. یه پنجره باز میکنه، میگه آقا یک برنامه‌ای به اسم سودو توی دل ویندوز قرار گرفته و میخواد این بره کار بکنه. میخواید دیتیلز بیشتر ازش ببینی؟ برنامه اینه، توی آدرس ویندوز سیستم sudo sudo.exe و میخواد با دستور این elevate پیدا بکنه، این کار رو بره انجام بده. اوکی؟ میگم بله. پسورد ادمینت رو بده که ببینم آقا تو ادمین هستی اجازه این کار داشته باشی یا نه. همونجوری که ببینید تونست بسازه. دوباره میخوام پاکش بکنم. این بار میخوام به جای mkdir rmdir باشه. rm رو میزنم، دوباره دستور سودو داره اجرا میشه و دوباره از من پسورد میخواد. میگم ولش کن، یه بار دستور سودو رو زدم احتمالا الان نمیفهمه دیگه. میگم آقا rm بگیر. میبینید میگه نمیشه. پس باید با سودو هر بار اینو اجرا کنی. دوباره پسورد رو میزنم و اینتر میکنم. این بار تونست این کار رو انجام بده. پس این میشه استفاده از دستور سودو. شما با دستور سودو میتونید توی کامند لاینتون دستور رو همون لحظه بزنید. یه نکته پایانی هم بگم، این اطلاعات من از روی وبسایت خود مایکروسافت، از روی بلاگم اصلی مایکروسافت دارم خدمتتون میگم. اینجا تنظیمات رو اینجا گذاشته و توضیحات کامل داده که آقا هر کدوم از اینا چیه. اگه در مورد هر کدوم از این روش‌ها میخواید بدونید چیه، اینجا توضیحات بیشتر گذاشته که آقا مثلا اینپوت کلوز چیه، اینلاین چیه یا این نیو ویندو چیه. دقیقاً من این توضیحات رو خوندم ولی بازم میگم واسم یه ذره گنگه و درست واسم کار نکرد. مثلا نگاه کنید توی حالت این نیو ویندو میگه آقا دستور نت استات رو میتونی اجرا کنی. پس احتمالاً برخی از دستورات توی حالت‌های خاصی کار میکنن. چیزی که واسه ما خیلی آشناس خودش هم گفته این حالت اینلاینه. و نکته دیگه این که اگه خواستید سودو رو روش اجراش رو هم نگاه کنید، اینجا گفته که آقا چه جوری داره اجرا میشه. خب اینجا کامل گذاشته. نکته دیگه این که اگه میخواید سودو رو به صورت کامند لاین هم فعال کنید میتونید، فقط باید حتما ران از ادمین کنید. چه جوری؟ اینجا تایپ میکنم cmd، این رو ران از ادمین میکنم. خب اینجا باید دستور سودو رو بزنم، میذارم sudo config فاصله dash enable یا dash disable. اگه خواستید دیسیبل کنید dash enable. بعد از enable باید بگید که کدوم حالت رو میخواید فعال بکنید.
حالت اینلاین باشه، نیو ویندو باشه یا اون یکی. اینجا هم اسمش فرق میکنه، 3 تا حالت داره. نگاه کنید یه دونه فورس نیو ویندو داره، یه دیسیبل اینپوت داره، یه نورمال و یه دیفالت. خب من مخصوصا زدم که اینو ببینید. حالا میام چیکار میکنم؟ میگم توی حالت نورمال برام فعالش کن. میگه سودو مود set to inline مود. حالا اگه بیام توی اینجا این صفحه رو ریفرش کنم میبینید که توی این حالت برام فعال شد. پس اینجوری هم میتونید فعالش کنید یا دیسیبلش کنید. دوباره من میگم میخوام دیسیبلش کنم. اینجا خب خیلی عجیبه. من فکر می‌کنم دستور دیسیبل کردن هم داشته باشه توی حالت متنیش ولی نداره. پس ببینید هنوز چقدر تازه است و باید این قسمتش کامل واسش نوشته بشه. فعلا فقط دستور اینیبل داره و هلپ، هیچ دیگه نداره. دستور دیسیبل رو نداره. پس اینم از روش فعال کردن با کامند لاین. قطعا این هنوز کامل نیست و قرار کامل بشه و بهبود پیدا بکنه و میاد تو دل ویندوز اضافه میشه. خوبه که از الان بدونیدش. خب اینم از این. حواستون باشه دستور سودو و ران از ادمنستریتور تقریبا یک کار رو میکنه. فقط اینجا مزیتش اینه که داخل کامند لاینت و تک دستور میتونی اجراش بکنی. همین. اگه نمیخواید تک دستور هر بار این کارو بکنید، ران از ادمین میکنید، کارتون رو انجام میدید، ادمین رو میبندید و با خیال راحت ادامه کار رو انجام میدید. تاکید میکنم به هیچ عنوان توصیه نمیکنم برید اینسایدر نصب کنید که فقط این قابلیت رو داشته باشید. اولا که قابلیتش هنوز پخته نشده، دوما ویندوز اینسایدر و کلا غیر از استیبل چنل یا ریلیز چنل برای من و شما نیست، برای کسی که داره تست انجام میده. خیلی بچه‌ها دیدم میگن آقا ویندوز اون مشکل خورده، بعدش فهمیدیم که آقا رفتن اینسایدر و اونجا موندن. نکنید این کارو، به مشکل میخورید و اذیت میشید. من اردشیر کاویانی ام، اینجا کانال چهره کامپیوتر. من اینجا در رابطه با تکنولوژی، در مورد سخت افزار، نرم افزار، ویندوز و شبکه صحبت میکنم. اگه دوست دارید این ویدیو رو از دست ندید، پیشنهاد میکنم کانال رو سابسکرایب داشته باشید، اون زنگوله‌اش هم بزنید که بهتون خبر بده ویدیوهای بعدی رو. خوشحال میکنید اگر کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و همین. مرسی. فعلا خدا نگهدار.